برادر یک زمان خاموش کن، این حکایت راز مفلس گوش کن. یک پگاهی در مسجد رسول وعظ می گفتند با اهل قبول. یک فقیر ناگهان آمد ز در، روی کش آبی و چشمش گشته تر. یک سلامی کرد با خیرالبشر، شد به تعظیم و دو دستش پیش بر. روی خود گردان حضرت سوی گفت مقصودی خودی مفلس بگو. گفت با حضرت کی صدری کبار، کافری دارن مرا قرضی 1000. یا رسول الله من دارم نهان، یک دو دختر دارم از مال جهان. یک پگاهی عید آمد آن جهد، هر دو دختر راز دستی من را بود. چون ز من حاصل نشد یک دانه جو، دخترانم برد آن کافر گرو. روزی دست و همه شادی کنم، ما با هم پیوسته پیغمبری آخر زمان. آمدم پیشی تو من زار و اسیر، ای توی افتادگان را دست و گیر. جمله اصحاب گریان آمدن، هر کسی هر سو در افغان آمدن. آمد آنجا همتی حیدر بجوش، نعره زد آمد آنجا در خروش. رفت بیرون از میان آن همه، شد به خانه دید او را فاطمه. چهره امروز شاه زرد و چیست، از وجودی نازک دین درد چیست. شاهی مردان گفت پیشی فاطمه،